برای درست کردن یه پلوی جدید و خوشمزه اول از همه پیازا رو نگینی خورد میکنیم. اونا رو توی روغن داغ سرخشون میکنیم. سینه مرغم به صورت نگینی درشت خوردشون میکنیم و به پیازا اضافه میکنیم همراه با ادویه‌ای که براتون توی کپشه میریزم. به خوبی اونا رو هم میزنیم. بعد از اینکه یه ذره رنگش عوض شد بهش رب گوجه رو اضافه میکنیم. برنجمون رو 3 بار آب کشی میکنیم و بهش نمک میذاریم تا یه ذره بخیسه. بعد از اون برنج رو توی آب جوش میریزیم برای نمک و روغن تا پخته بشه ولی مغزش یه ذره سفت باشه. بعد اونو آبکش میکنیم و همینطور که میبینین روغن رو میذاریم داغ بشه و لایه لایه برنج و مرغ رو بهش اضافه میکنیم. میذاریم تا خوب دم بکشه و بعد از اون یه پلوی خیلی خوشمزه و جدید داریم.